ترکمنستان سرزمینی است پر از گاز و منابع طبیعی، اما با وجود این ثروت عظیم، مردمش هنوز با فقر، ترس و یک حکومت بسیار سخت روبرو هستند. این کشور از دشت‌های پهناور، شهرهای مرمری و مجسمه‌های طلایی ساخته شده، ولی پشت این زیبایی یک واقعیت تلخ پنهان است: گرانی، کمبود غذا و معاش بسیار پایین. با اینکه ترکمنستان چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان را دارد و این گاز می‌تواند سالها قاره‌های بزرگ را روشن نگه دارد، اما شهروندانش زندگی شبیه کویت یا قطر ندارند. قیمت‌ها بالاست، معاش‌ها کم و تورم همه درآمد مردم را می‌بلعد. برای فهم این وضعیت باید پشت این ساختمان‌های مرمرین را دید. ریشه مشکل در تاریخ، جغرافیا و رهبرانی است که به جای مردم فقط منافع طبقه حاکم را تقویت کردند. این کشور روی گنج گاز نشسته، اما مردم برای نان روزانه سخت کار می‌کنند. ترکمنستان در قلب آسیای میانه قرار دارد. اطرافش قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، ایران و دریای خزر است. بیشتر زمینش را بیابان قرقم گرفته و آب محدود فقط از رودهای کوچک می آید. تابستانها بسیار گرم و زمستانها استخوان‌سوز است، اما زیر همین خاک سخت، نفت، معادن و سومین ذخایر بزرگ گاز جهان پنهان است. موقعیت این سرزمین باعث شد هزاران سال محل عبور تمدن‌ها باشد. مسیرهای جاده ابریشم فرهنگ و کالا را می‌آورد. اما بزرگترین اثر را شوروی گذاشت. در قرن 20 ترکمنستان به یکی از جمهوری‌های دورافتاده شوروی تبدیل شد. کارخانه‌ها، خط لوله‌ها و شهرهای جدید ساخته شد. اما هدف فقط تغذیه صنعت شوروی بود. گاز، پنبه و مواد خام از اینجا خارج می‌شد و تمام تصمیم‌ها از مسکو می‌آمد. تا دهه 1980 ترکمنستان به گوشه‌ای خاموش و فراموش شده بدل شد. در دوران شوروی حکومت سفت و سخت بود. دولت تعیین می‌کرد مردم چه بگویند، کجا کار کنند و حتی چه فکر کنند. نه دموکراسی بود، نه آزادی بیان و نه مالکیت شخصی. با این همه یک ثبات عجیب وجود داشت. ثباتی که با فروپاشی شوروی در سال 1991 ناگهان شکست. اما در ترکمنستان نه انقلاب شد، نه جشن آزادی. همان افسران قدیمی فقط پرچم و سرود را عوض کردند و اسمش را استقلال گذاشتند، در حالی که کنترل واقعی همچنان از مسکو می آمد. پشت این همه صفرمراد نیازوف بود، یک مقام کمونیست سابق که بعد از استقلال ناگهان رئیس جمهور شد. او در انتخاباتی تک نفره با 99% رأی پیروز اعلام شد. دموکراسی روی کاغذ، اما در حقیقت دیکتاتوری جدید. نیازوف خود را ترکمنباشی نامید و تصویرش همه جا دیده میشد. روی پول، بیلبوردها و تلویزیون. قصرهای مرمرین ساخت، در حالی که مردم برای نان ساعتها در صف می ایستادند. او فقط قدرت نمیخواست، پرستش هم میخواست. کتابی به نام روحنامه نوشت که ترکیبی از تاریخ، دین و زندگی خودش بود و خواندنش در مدارس و ادارات اجباری شد. ادعا می‌کرد 3 بار خواندنش ورود به بهشت را تضمین می‌کند. حتی ماه‌های سال را به نام خود و مادرش تغییر داد و بر اپرا، باله و ریش مردان هم محدودیت گذاشت. در پایتخت صدها یادبود ساخت و مشهورترینشان مجسمه طلایی 40 فوتی بود که میچرخید تا چهرهش همیشه رو به خورشید باشد. اما زندگی مردم سخت‌تر میشد. بیمارستان‌های بیرون اشقاباد بسته شد و نیازوف گفت اگر کسی بیمار شد به پایتخت بیاید. نشانی از بی‌توجهی کامل او.
حکومتش ترکیبی از تبلیغات و فشار بود. با مرگش در 2006 امیدی برای تغییر به وجود آمد. اما جانشینش قربانقلی بردی محمدوف، دندانپزشک سابق، خیلی زود همان راه را رفت. خود را ارکاداغ یعنی محافظ نامید و تلویزیون دولتی او را قهرمان نشان میداد. او هم مجسمه‌های طلایی ساخت، در حالی که مردم در صف نان ایستاده بودند. او میلیون‌ها دلار برای یک مجسمه 50 فوتی سگ در مرکز اشقاباد خرج کرد. پشت تمام آن نمایش‌های خنده‌دار یک واقعیت دردناک پنهان بود. فریدم هاوس به ترکمنستان فقط یک امتیاز از 100 داد. خبرنگاران ناپدید می‌شدند و هر کس از حکومت انتقاد می‌کرد به زندان می‌رفت. اینترنت شدید سانسور شده بود و بیشتر سایت‌های خارجی بسته بود. حتی استفاده از VPN می‌توانست باعث بازداشت شود. اقتصاد هم رو به سقوط بود. ارزش پول پایین می‌رفت و در بازار سیاه نرخ دلار 10 برابر رسمی بود. خانواده‌ها تقریباً تمام درآمدشان را فقط برای غذا خرج می‌کردند، در حالی که تلویزیون تصویر کشوری کامل و درخشان را نشان می‌داد. پس از 15 سال قدرت، قربانقلی در 2022 اعلام کرد کنار می‌رود. اما این بازنشستگی نبود. انتقال قدرت به پسرش سردار بود که تازه 40 ساله شده و قانون سن لازم برای ریاست جمهوری را پدرش چند سال قبل تغییر داده بود. سردار در انتخاباتی بدون رقابت با 73% رأی پیروز اعلام شد. نه آزادی بیان بود و نه حق انتخاب واقعی. مردم امید داشتند نسل جوان تغییری بیاورد، اما خیلی زود فهمیدند سیستم همان است. قانون اساسی دوباره تغییر کرد و نهادی به نام شورای خلق ایجاد شد که حتی از ریاست جمهوری هم قوی‌تر بود. قربانقلی رئیس مادام العمر آن شد و حالا پدر و پسر مشترکاً کشور را میچرخانند. امروز در تمام ادارات دولتی 2 عکس کنار هم آویزان است. تصویر پدر و پسر که قدرت را در قبضه دارند. ترکمنستان تقریباً از دنیا جدا شده. خبرنگاران خارجی اجازه ورود ندارند و داخلی‌ها اگر حقیقت بگویند ساکت می‌شوند. مردم آزادانه سفر نمی‌کنند و ترک کشور بسیار دشوار است. تماس‌های تلفنی شنود می‌شود و همه می‌دانند حرف‌هایشان ضبط می‌شود. پس با احتیاط حرف می‌زنند. اینترنت از کندترین‌های جهان است و تقریباً تمام شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و واتساپ و تلگرام بسته است. بیرون اشقاباد وضعیت بدتر است. در روستاها کمبود غذای شدید وجود دارد و مردم ساعتها زیر آفتاب برای گرفتن کمی نان، آرد یا روغن در صف می‌ایستند. در سراسر ترکمنستان ناامنی و بی‌اعتمادی موج می‌زند. امکانات دولتی تقریباً وجود ندارد. بیمارستان‌ها بدون دوا و مکتب‌ها با کتاب‌های کهنه کار می‌کنند. فساد بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره است و تمام قراردادها و مناقصه‌ها زیر نفوذ خانواده حاکم قرار دارد. مردم عادی نه صدا دارند و نه راه فرار. خیلی ها می‌پرسند چرا جهان واکنش نشان نمی‌دهد؟ پاسخ روشن است. ترکمنستان یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. میدان عظیم گالکینیش چون دریایی از گاز در دل صحرای کاراکوم پنهان است. منبعی که ده‌ها کشور را می‌تواند سالها تغذیه کند. بزرگترین نیازمند آن هم چین است. خط لوله ترکمنستان مستقیم تا غرب چین می‌رود و پکن طی سالها تبدیل به بزرگترین خریدار گاز و قرض دهنده این کشور شده است. همین وابستگی اقتصادی باعث شده چین از این رژیم
در برابر فشارهای جهانی حمایت کند، چون برایش مهم است که گاز ارزان ادامه‌دار باشد، نه وضعیت حقوق بشر. روسیه هم هنوز مقدار کمی گاز از ترکمنستان می‌خرد تا نگذارد این کشور خط لوله‌ای بسازد که مسکو را دور زده و گاز را به اروپا ببرد. این بازی میان قدرت‌های جهانی برای خاندان حاکم حکم سپر محافظ داشته و آن را بی‌طرفی دائمی می‌نامند. عنوانی که حتی سازمان ملل در سال 1995 پذیرفت. اما واقعیت پشت این عنوان تلخ است. اگر در اشقابات قدم بزنید، ساختمان‌های مرمر سفید، جاده‌های پهن و مجسمه‌های طلایی می‌بینید. شهری شبیه آینده، اما فقط یک صحنه‌سازی تبلیغاتی. درآمد میلیاردی گاز نه به مردم میرسد و نه به آموزش و درمان، بلکه در حساب‌های مخفی، قصرها و یادبودهای نمایشی گم می‌شود. ترکمنستان در میان 180 کشور در رتبه 165 فساد قرار دارد. این سرزمین می توانست به مرکز توسعه و رفاه تبدیل شود، اما به نمونه‌ای عبرت‌آموز بدل شد. نشانی از اینکه منابع طبیعی وقتی در دست افراد حریص باشد، یک ملت را نابود می کند. این فقر اتفاقی نیست، بلکه برنامه‌ریزی شده تا قدرت در دست چند نفر بماند و میلیون‌ها انسان در سکوت زندگی کنند. در ترکمنستان مردم سالهاست با یک پیام زندگی می کنند. ساکت بمان تا زنده بمانی. به همین دلیل در آن کشور نه اعتراضی دیده می شود و نه صدای مخالفتی. فقط یک سکوت سنگین حاکم است. سکوتی که وقتی شکل می گیرد که مردم امیدشان را از تغییر از دست می دهند. آرامش هست، اما زندگی معنا و شادی ندارد. جامعه به جایی رسیده که مردم فقط برای بقا نفس می کشند، نه برای آینده‌ای روشن. این سکوت طولانی یادآور این حقیقت است که هر ملت اگر صدایش خاموش شود، آرامش ظاهری هم به بهای نابودی روح جمعی تمام می شود. نصیحت، نتیجه گیری. این داستان به ما میگوید آزادی، آگاهی و صدای مردم ارزشمندترین سرمایه یک کشور است. اگر چنین روایت‌هایی برایتان مهم است، مستندهای بیشتری ببینید، نظر بدهید و برای حمایت از محتوا لایک و سابسکرایب کنید.